بدم که شما میتونید در هر زمان و مکانی اونو انجام بدین. این تکنیک برای فشار مزمن گردن و شانه، درد قسمت انتهایی کمر و حتی درد سیاتیک کاربرد داره. این روش صدها سال مورد استفاده قرار گرفته و قدمتش به طب فشاری چین برمیگرده. در بدن نقاطی وجود دارند که به طور مستقیم با ارگانهای بدن مرتبط هستند. کار بر روی این نقاط میتونه نتایج شگفت‌انگیزی در کاهش درد داشته باشه. من قصد دارم این نقاط رو به شما نشون بدم. ما از انگشت شست دست شروع میکنیم و به سمت پایین دست حرکت میکنیم. حرکت رو در حاشیه دست ادامه میدیم تا برسیم به بالای انگشت کوچیک. همونطور که در این عکس مشاهده میکنین، قسمت بالای انگشت شست مربوط به مغز و سر هست. وقتی به قسمت پایین ترش نگاه میکنیم به بالای نخاع میرسیم. بعدش گردن هست. در ادامه قسمت پایینی نخاع وقتی به قسمت دیگه دست میریم، قسمت پایینی دست مربوط به مفصل ران و حفره لگن هست. بنابراین میتونین از نقطه بالای انگشت شست شروع به تحریک کنین و به سمت پایین بیاین. انگشتتون رو بذارین روی نقطه و از بالا مالش رو شروع کنین. همونطور به سمت پایین بیاین تا به نخاع برسین. در ادامه به قسمت تحتانی بدن و این حرکت رو به صورت مالش های چرخشی کوچیک در مسیری که قبلا ذکر کردم ادامه بدین. دوباره از انتها شروع به مالش کنید و به قسمت اول برگردین. همینطور که من دارم انجام میدم با حرکات چرخشی کوچیک مالش بدین. از فشار دادن شدید نترسین. فشار شدید باعث تحریک بهتر اون نقطه میشه. کل این مسیر رو با مالش تحریک کنید. این کار رو 2 یا 3 بار انجام بدین. حرفمو باور کنین. وقتی اینو بهتون میگم واقعا از تاثیر شگفت زده خواهید شد. مرکز ایران رفلکسولوژی.